روز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، میں نہیں، میری حکومت نے نہیں، بلکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے اس کی بھرپور مذمت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں تھا اس جنگ کا. جی بی فرمائیں. رئیس جمهور محترم، این امر برای بنده مورد صد افتخار است که من برادر گرامی خودم دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش را در اولین سفر ایشان به کشور پاکستان خوش آمد میگویم و ما انتظار داریم که انشاءالله در فرصت‌های آینده شما مسافرت‌های دیگر هم خواهید داشت. من خوشحال هستم که ما در این فرصت امروزی با هم درباره روابط هر دو کشور در زمینه فرهنگ، مذهب، تاریخ و این جغرافیای این خطه گفتگوی تفصیلی داشتیم و باید به این امر هم اشاره بکنم که در ماه ژوئن اسرائیل بدون وجه و علت واقعی بر ایران تجاوز کرد. من نه فقط از طرف خودم بلکه از طرف مردم پاکستان به شما این امر حمایت میکنیم که این اقدام اسرائیل واقعا ناقابل قبول است. جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. اس جنگ میں رئیس محترم، من از طرف خودم و از جانب مردم خود و از طرف دولت خودم به شما باید میگویم که اون شهادت های جنرال ها و ماهرین علوم که در این جنگ به وقوع پذیر شد ما از آن تعزیت میکنیم و دعا میکنیم که مجروحان این جنگ به زودی بهبود خواهند یافت.